داشته باشه. شخص پستی، شخص عمشوشی، شخص بیخردی به نام درایتی ملعون، درایتی خر، عمشوش، این میاد چیکار میکنه؟ به اصحاب نبی توهین میکنه، به همسران نبی مکرم اسلام توهین میاندازه. حدیثی رو بیان میکنه که لا یفلح قوم ولو امرهم امرأه، چه توهین هایی بسته نمیکنه به اصحاب نبی و به ازواج نبی صلی الله علیه و سلم. ما باید بگیم که لبان سرخ این پسفدرت باید با قیچی های آهنین سنیا بریده شود. من فقط به خاطر این کلیپ رو میگیرم که چیکار بکنم؟ بگم برای دوستانم، بگم که ای دوستان من، شما من رو میبینید، من مجاهدم، برای دوستان خود میگم که آی دوستان من، این رو بکشید، این رو چیکار بکنید؟ به قتل برسونید. سنت رسول صلی الله علیه و آله این بود که کسی توهینی میانداخت به خود نبی یا به اصحاب نبی، نبی دستور میداد که اون رو فیصله بکنید بره، یعنی تمامش بکنید، یعنی بفرستید به جهنم. و قول دولت شیعه نجس هست که گفته تو کتب سنیا رو به اصطلاح من شما گشت و گذار بکن و مطالعه بکن، بعد هر جا حدیثی و قولی دیدی که اعتراض در اون به کار برده میشه، اون رو پخش و نشر بکن. این از این انسانهای پس داره پیروی میکنه. یک عکس رو من پخش میکنم که دوستان من ببینه و این انسان پس رو بکشن. شیعیان، این شیخان شما را فریب میده، اینها خیلی حرامی هستند که ما باید بگیم یک شب رو شما مشاهده کردید که یک شب اینها زنده نگه بدارن؟ یک روز دیدید به خاطر دین شیعه شما که عبدالله ابن سبع منافق اون رو جور کرده؟ یک روز دیدید به خاطر دین شما اینها رنگ زرد باشن؟ به خدا دین شما اصلی نداره، به الله دین شما عبدالله ابن سبع منافق جور کرده. عبدالله ابن سبع منافق، عبدالله ابن صفت از برای عبد میشه دیگه، عبدالله ابن سبع منافق جور کرده که ما باید بگیم پروردگارا تو دست ما رو بگیر. یک شیخ شیعه 75 زن برای خودش دوست دختر کرده. دین شما ساختنی هست، برگردید به سوی خدا. حدیث رسول مکرم اسلام ان جهنم تسجر، جهنم خروشان میشه، جهنم میخروشه، جهنم سرخ میشه برای انسانهایی که تجاوز از حدود الله میکنن. واقعا این انصاری، آقای انصاری خیلی زحمت میکشه. واقعا من از این آقای انصاری ممنون هستم. تو را دوست دارم ای انصاری، چون در شبکه وصال حقی نه تنها دفاع میکنی از یار عمری، بلکه دشمنان شیاطینی. تشکری زیادی من دارم از آقای انصاری. سلام من بر شما ای آقای انصاری و سلام من برای شما ای مولانای آخونزاده. و ما به شیعیان هم یک پیغام میدیم که ای شیعیان، اگر شما مرده های خود رو در خواب ببینید، مرده های شما سر و صدا میکنه که آی دین شما اصلی نداشت، دین شما اصلی نداره، دین خود رو عوض بکنید. فقط یک بار یک مطالعه بکنید، بخاری شریف رو بگیرید، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، ابی داوود و فلان کتاب ها رو بگیرید، سنی نشید، یک بار مطالعه بکنید. اگر خوشتون اومد سنی بشید، ببینید که فرق میان این کتب و کتب شما چقدر هست. و ما باید بگیم که چند تا ثعلب دیگر هم هست که باید اینها به قتل رسانده بشه و دوستان من اینها رو نابود بکنه. یک، این خبیث هست، این عنزه هست، این متجاوز هست، متجاوز براش تجاوز کرده شده، این خنزیر هست، این ثعلب هست و این پیرمرد
پیرمرد رو که عکسش ندارم، پیرمرد خری که در شبکه ولایت داره کار میکنه، گفته من تا بمیرم به این شبکه چیکار میکنم؟ خدمت میکنم، تو بری بمیری. خیر احمد. السلام علیکم. این 5 مجرم باید کشته بشه.